زادروزی اسکندر مبارک و به اسکندر شما چی حال دارید؟ چیکار کنم خدا را شکر اینم و همین کار یک کار کتی خدمتگیر میکنم و این بچه کاره 7 بچه را 7 کوپه قراغ دختم دادم حق اسکندر را به انوشه را کدم اولی در خونه جمشید بودن مونده میش تولی وقت نیفته سی ببره بترش اسکندر یگانه دختر مثلا اما یادگار انوشه در مسکوه عموما به ایودتون میآید با شما ارتباط داره عموما شما را خبر میگیره نمی صافی صاف اما وقتی اتش زنده بودن در میگفتم انوشه من ترا کلام کردم 1 سال را گردانت کردم تو برای چی من در خط نمیکنی آخی کارم بسیاری بده هم میخونم هم چی میکنم ولی چند زبان میدونه زبان فارسی و انگلیسی و نمیسی و همه خط خوندنی عموما در حلقه دوستان چگونه زادروزی همین را جشن میگیرین شما؟ نه روزا بود پره روز بود کشی رو بریم کردن خونه به خونه خوردی دادم خوابی دادم اومده بود تقسیم کردن اینه که خیلی با اینه که تری خونه همون که گشته ای مولا مول داره اینه امروز بر باید چون بازد انا شرگی ماوری و چاخی ما هیچ چیش ندارم بایدم خدا رحمتی اسکندر یک شعر در باره مادر داشت در وصف مادر سرودگی بود حتی این شعر بود این شعری که افتاب در لب بام مانند یک کاسه شیر گرم است آواز مادر من مانند شیر نرم است در گوشه های چشم و در گوشه در های گوشه های چشمش زده جین و جنگ گویا که قبضه گل شکفته در روی سنگ خوشید خواهر آید یک سله کفتر آید نوری دو چشم مادر اسکندر از در آید آموزگاری مکتب جان در نهاد خانه با گذشت چند سال از مرگ او چی خاطرات دارین؟ دیگه چی خود دیگه او آدمایی که ای پشتی می اومدن مرا میشناختن و می اومدن و می رفتن دیگه او کی مرا سراغ و پی میکنن اینم تا توی کد سونیا پا دخترش شد داد چی نکرد پیراد نکرد همون مکتبی برای شیلده میخوند بعد همی طلبه علاخون بود کفتن شوریدن که تری علاخون نیفتن لگریستین تو کی 24 دولت در چی نمیدونی در چی خوصلوکیه در جوش باشه نماینده 24 دولت همونجا جمع شدن خطی هم دخترک صورت گرفتگی داشت یکمی شعر اولینش چی بود؟ پرواز همی عشق و شاعری و همی چی؟ در خاطرتون هست اولین شعری که خونده بود در خاطر شما هست؟ اولین شعر خوندگیش در باره رحمتی مومش بود این مومای جان برکت خانه ما صوت و غزل و سرودی افسانه ما در خانه ما دولت بسیار توی یک دانه ما دانه دردانه ما خط محکم که گفت بعد گفتم نه گفتن بیدک مرا بنویس گفت بچم باشه ای حالکم با خبره بچم نیست اما چی کنم در شهر دیگره بعد همون دو مصرش فراموش کردم باید خشتا من بعد همون باید مومش ده همیره نویسان روی کرد بعد با من نویساندم شعرش روی کردم که باران بار غوزه‌های لاشی بچه جان در جایی باشی ساق سلامت باشی و با گردن کجی و دولت باشی یک تتر دختر از صورت شروعی کرد گشته روانش کرده بودیم در کور نیست ترا ما هم زن بودم خونه دو پسک گوارش درنگی مومن بوده بستم بو جنبانم گواره تا پدرش کم سال گذشت؟ 2008 ما ایسروس رفتم مرداد اگریستم چی کردم و تونستم اتش نتونستی جانه رفت آوز برآورد اگریسته نتونست شبا تا روزا تلویزر میمون تلویزر نگاه میکرد کتابای روسی درباره اسکندر اگه جایی میافت که میگرفت میخونده نه دیگه چشماش خیره شدن دیگه احوالش بد شد دلش گرش سوخت سبحان الله اکبر سبحان الله دل کلمه بر حق اسکندر بزرده رو آدم وقتی لکی محمدیت کنه
خدایا بی وطن می میرم آخر و بی گور و کفن می میرم آخر. اگرچه وحدت جان و تنم هست، پریشان جان و تن می میرم آخر.